همین عبدالله ابن المقفع گفت که اگر شرایط امکانم باشه، اگر مقصد که همین زندگی و تردد و شکم فرزند هوشیار ما بخودش جلب نکنه، من در همین مدت یک سال یک کتاب مثل قرآن نمی‌نویسم. نعوذ بالله. مردمی که در محفل شنیدن همه بوی بشر می‌دن. یک نفر بدبختش گفت تمام خراجات خونت این ما مکلم چیزی میخورن، خراجات ذخیره یک ساله خونت مکلم. یک نفر دیگرش گفت من یک بوستانسرای فسان دارم در ساحل دریای دجله، همون بوستانسرا در اختیار هیچ کس آمد نمیده. یک نفر دیگرش گفت هر طعامی که دلت میکشه در کلای من. هر طعامی که دلت میکشه تو فقط یک کاغذک در بنویسه ایم مویچه پرتو تیار کردنش در کلای من. هر چی دلت میکشه هر روز هر میوه‌ای که میخواد. یک نفرش کاغذ و قلم به عهده گرفت. او زمان کاغذ قیمت بود، ولی ای چوب درست کردنش کاغذ مردم یاد نگرفتن. قصه کوتاه تمام مشکلات را همه به گردن گرفتن، بردن در همون بوستانسرا جاش کردن. گفت شما یک خواهش همون نتید تا کار یک طرفه نشود، همون نتید. 6 ماه خبرش نگرفتن. بعد 6 ماه گفتن کویا بریم هم مردک زنده مرده ای بچه هیچ خبرش نامده است. مجبوران اومدن دیدن که 6 ضربه این خونه و موهای سر آمده دست همیده کپیده سرش هم با فکر متوجه و گفتن یبن المقفع چی گپ شی؟ چکار کردی؟ کار چی پیش رفته سر؟ گوه این خور پیش می رو. من اومدم شیشتم با خودم قصد کردم که اول همون اویابایی را که در استر هستن و در حد اعجاز هستن بسیار بزرگ هستن همون را جدا کنم به همون جواب بگم، بعدی سوال خود را جواب شما بنویسم. همین اول چیزی که در چشم خود است اویه از سوره هود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قیل یا ارض ابلعی ماءکی و یا سماء اقلعی و غیض الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الکافرین. همین آیات میگه در چشم خود جایی که خدای تعالی طوفان این حقیقتش هم میاره در قرآن. بعد میگه امر از جانب پروردگار شید که ای آسمان باریدن بس کن، ای زمین آب فرو بر. وقتی میگه حکم خدا جاری شد، بارون باریدن بس کرد، آب در زمین فرو رفت و استوت علی الجودی، کشتی نوح علیه السلام تگش در جودی نام یک کوهی که در همین نزدیکی های موصل به دست سرحد بین بگیم عراق و ارمنستان که عرارت میگن کوری در همینجا میگه تهش در زمین رسید، یعنی که اشکار شد که علاقه زمین نمودار شده است و خلاص دیگه بلای سیل یا طرفه شده است. بعد میگه امر پروردگار شد که هلاک بود مشرکا، هلاک باشند کافرها دشمنای خدا. خواستم میگه به همین جواب بگم اینا نیم سال شد همین قیزه بازار کرده است هیچی نمیشه. من گفتم وقت در 6 ماه یک آیه قرآن جواب نگفتی. آخه قرآن 6236 آیه داره به قول روایتی هستن. این تو یورا کی میگوی؟ گفت من الحال گفت اقرار میکنم که حقیقت این کلام الله ای مخلوق چنین کلامی را گفته نمیتونه. هیچ مخلوق هیچ چیز نوشته نمیتونه. این کلام الله ای. اب بدبخت متأخر جاهل و گمراه ما را من خیلی گمراه کردیم. اینا میبینید همین در معتبرترین تاریخ، در تاریخ امام طبری که تمام جهانیان اعتراف میکنن همین تاریخ از ذکر شده. خدای تعالی همین نعمتی بزرگ به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم عطا کرده است. ماشاءالله. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما را هدیه‌اش کرد. امروز ما شکرگزار نعمت خدا هستیم که در جامعه‌مون دهه‌ای نیست که حافظ قرآن داشته باشیم. ما شکرگزار هستیم که در اکثر خانواده‌هایی که پدر و مادرای صالح صالحه هستند سعی میکنن که یک فرزندشون
حافظ قرآن شود و قاری قرآن شود همه به شبابت علی محمد صلی الله علیه و سلم است و همون نعمت بزرگی که خدای تعالی به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم به آمدش عطا کرده است. میدونه که در دنیا هیچ کتاب از قرآن بیشتر هیچ شدگی نیست. اگر همین خورترین براشور را بگیره براشور میلترین ولی از اون هم کمونیست بسیار بود مانیفستی پارتیای کمونیستی مثلا یک کتاب شهر که براشور بود از کارل مارکس میلیون ها کمونیست بود قسم به الله این قدر حافظ قرآن هست در دنیا همون مانیفسته که ممکن 10-12 صحیفه داشت و قدر حافظ نداشت. همین نعمت پروردگار است. همین هم به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم خداوند عطا کرده است که ای زمره امتش اینقدر قاری را برداشته است. این امت بهترین امت گفته است در قرآن تا به حدی که موسی علیه السلام از خداوند بزرگ همین امت طلب کرد ندانست که امتهای محمد صلی الله علیه و سلم هستند. گفت ربی اینی اجید فی تورات امتا اناجیلهم فی صدورهم یقرؤونها حفظا. پروردگارا هنگام تلاوت تورات صفت امتی را دیدم که کتاب خدا را حفظ میکردند. کتاب خدا در سینه هاشون از روی کتاب تلاوت نمیکنند از یاد میکنند. و کان من قبلهم یقرؤون کتبهم نظرا در صورتی که قومای قبل از اونا کتاباشون در پیش مونده و ایوی کانسپکت گویا که مراسمشون را میگذرونند. خودی هم اهمیت داده. یهودی همون 3-4 آیه را که از تورات میخونند کاغذ در دستش گرفته هم جنبیده میخونند در پیش هم سینه پلنجش. در تمام کلیساها اگر اهمیت داده باشه در روزهای ایچو همین کتاب در پیش میمونند از روی کتاب میخونند. و همین نعمتی هست که خدای تعالی به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم امتش هدیه کرده است که حضرت موسی آرزو کرد فجعلهم امتی پروردگار رو گفت همین را امتی من کنید. حضرت خداوندی گفت یا موسی تلک امت احمد صلی الله علیه و سلم. یا موسی گفت این امتهای حبیب من محمد صلی الله علیه و سلم است. اینو اعطیناک الکوثر بیشک ما تو یک خیر زیادی را ای حبیب محمد صلی الله علیه و سلم عطا کرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از امتهایی که سعی میکنن فرزندای خوب صالح بعد سر شمارند خشنود بشن. فردا روز قیامت هم خودشون و هم فرزنداشون شفاعت میکنند. خاصتا کسایی را که قاری قرآن آموده فرمایند. در خاندانی که قاری قرآن است قسم به الله نور و صفا و رحمت پروردگار هرگز منقطع نمیشود. خدا برکت بده. و همون حوض کوثری که صفتش زیاد شنیده خیال میکنم که حجت دیگه با گفتن هم بیشتر. یکی از همون خیرهایی است که خدای تعالی به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم عطا کرده است که فردا روز قیامت در روزی که مردم در آب و عرق خودشون معتبر هستند امتهای واقعی محمد صلی الله علیه و سلم از حوض کوثر سیراب می‌گردند. و اونایی که محبتشو بیشتر بود حضرت به دست مبارک خودش میگه آبشو می‌داد است. ای خدای بزرگ به خاطر این ساعت که ساعت اجابت دعاست عاجزانه دعا می‌کنیم. صاحبخانه را و مهماناش و مجموعاً جمیع امتهای به غیرت و بهیمت و محبت حبیب محمد صلی الله علیه و سلم با دستان مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم از حوض کوثر سیراب زدند. میگم که مختصرات میگیریم با خودمون که در واجبات بشه. فصل لربک وانحر پس برای پروردگارت نماز بخوان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. برای خداوند نماز بخوان شکرگزاری نعمت پروردگار را توسط نماز ادا کن و قربانی کن نحر کن. ببینید همین که نماز میگیم قولی را در جامعه شماره که نمازو خیلی زیاد است. حضرت صلی الله علیه و سلم تاکید میکند حدیث امام بخاری است. لو یعلم الناس ما فی ندای و صف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستهم الیه السحر. اگر مردم میدونستند که در شنیدن صدای اذان در مسجد
صف اول اشغال کرده و نماز خواندن چقدر فضیلت و چقدر برکت است. اگر احتیاج به قرعه پرداختن میشد در همین قرعه پرداختی شرکت میکردند و صف اول اشغال میکردند. ولو یعلمون ما فی تهجیر لسبقوا الیه. اگر مردم میدانستند که در همین نمازهای روزانه، در نماز پیشین، در نماز عصر چقدر ثواب خدای تعالی گذاشته است، با همدیگر مسابقه کنان تازان به مسجد میرفتند. دویده لستبقوا الیه، ای همدیگر سبقت میورزیدند. ولو یعلمون ما فی العتمة و الصبح لاتوهما ولو حبوا. اگر مردم میدانستند که در نماز بامداد و در نماز شام خفتن در مسجد خواندن چقدر ثواب و فضیلت است، اگر پای ره گشتن نمی‌داشتند شکم‌بلندشون را به مسجد نمی‌بردند می‌رساندند. ای بچه چه درج مرسیده است. پای روا داریم، تنجان سالم داریم، همین که مسجد ریزی هستیم که روی توبه. یعنی خداوند کسی را هدایت می‌کرده است، هیچ مانع نمی‌شده است. ولی در این مسجد محترم یک جوانمرد خدا است، قسم به الله هر وقت او را من ببینم به هیجان میاد. دو دست ندارم، دست‌ها همین کتیف نیستن، یکان مقدار نیستن، این دو دست همین کتیف نیست. سوید زدم بیاستش هم دستور هم تبریدن قد کردن. در 5 نماز در مسجد هست. علمایی که دست پا دارن سالم و تندرست هستن خشونه میتونه با مسجد برون. با ای همون عدیر میخوام بی دست میون و دسته خونش خیلی بلوک دست او عدیر در هم پشتی تبری بزن. خدای تعالی کسی را هدایت کنه برای او را واقعا این نماز یک نور است، یک رحمت است، یک عطای پروردگار است. اما کسی را از هدایتش محروم کرد هیچ فایده و منفعت نداشته است. فصل لربک، پیش پروردگار نماز بخون، نماز بیشتر کن. همین یگانه چیز پشیمانی نداره بچه‌های عزیز. همین نماز های نان اگر زیاد خوردی پشیمانی داره، همین کفر داره. اما نماز هر قدر که زیاد خوندی همون که انشاءالله برای تو برکت است، رحمت است، هم در دنیا و هم فردا روز قیامت. با وقتی که پیر شدی و قدرت دیگه اون نمازهای نافله را خوندن نداشته باشی، پروردگار بزرگ امر میکنده است ملائکه را که همون مقداری که هر روز میخوندی در نامه اعمالت بنویسند. اگر چند تو دیگه عاجز هستی و از عهده‌اش نمی‌کنی.